آقا اینجا میشه یک قطب بزرگ گردشگری میتونه باشه، اما متاسفانه به همین شکل ها شده. داخل روم الان بابت همچین جاهایی و مقبره های خانوادگی و همچین جاهایی تو روم بلیت میگیرن برای بازدیدش و درآمدزایی میشه از صنعت توریست و گردشگری. اما متاسفانه ما این میزان و این تراکم حجم آثار تاریخی و ملی رو داریم، متاسفانه هیچ گونه رسیدگی به این آثار نمیشه. فعلا بدرود، موفق و پیروز و سربلند باشید. پیدا کردن دقیقا مجسمه مرد پارتی رو حدود 20 کیلومتر پایین‌تر، تقریبا کنار آب و دریاچه شمی، یه جای سنگ‌دار، یه چند تا درخت هم کنارش بود. مجسمه 2 متر رفته پایین، عمقش میده زمین شخ میزنه. عمق چند کاری. آره روش هم الان شخ میزنه. مجسمه مرد پارتی آقا همین معدوده پیدا شده، تقریبا یه مقداری اونورتر همین مقبره ها. اینجا متاسفانه اینا نباید سیمان میکردن، سیمان کردن، سقفش رو سیمان کردن، اون سقف و اون قسمت هم سیمان کردن. یه کار اشتباهیه. اینا باید با همون ملات خودشون، چون سیمان آب رو رد میکنه، آب نفوذ میکنه دوباره آب داخل. اینا باید با همون ملاتی که خودشون درستش کردن درست میکردن، چون اینا ببین از چه ارتفاعی از زیر زمین اومده بیرون. عرضم به خدمتتون از تو این ارتفاع اومده از زیر خاک بیرون. خیلی از باز هم مقبره زیر هست، اونورتر هستش، منتها این شکلی حفاظت نمیکنن. این سقف باید با همون ملاتی که با همون فرمول ملاتی که خودشون درست کردن سقفش، قسمت سقفش. ما الان رو سقفش ایستادیم. ما تو سقف یکی از مقبره های اونم سقف بعدیه. ببینید سقفش رو بتون کردن، بتون اشتباه بوده. درود خدمت همه دوستان سروران عزیز و بزرگوار. محلی که مرد پارتی کشف شد، در این محل بود که مرد پارتی کشف شد. الان تو موزه ایران باستانه. بدرود، موفق و پیروز و سربلند باشید.